خطرناکترین نوع گناه است که امکان توبه برای صاحبش مشکل است و این گناه ابلیس بود. تکبر عزازیل را خار کرد، به زنجیر محنت گرفتار کرد. 2. از روی جهل و نادانی و عدم آگاهی. جهل اساس هر بدبختی است که با علم و آگاهی این نوع گناه برطرف می شود. 3. از روی ضعف اراده و غفلت که با هوشیاری و قرار گرفتن در جمع دوستان و برنامه‌های خوب ایمانی قوی اراده انسان تقویت و اصلاح خواهد شد. همنشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. و هر گناهی 1 یا 2 یا 3 علت برای حرام شدنش وجود دارد که خالی از این 3 چیز نیست. پس هر گناه یا نجس است یا فساد و یا ضرر. پس در اسلام هر چیزی که از نظر شرع در آن نجاست یا فساد باشد استفاده از آن حرام است و آن گناه و معصیت تلقی می شود. و همچنین چیزی که در آن ضرر باشد، چه به خود و چه به دیگران. کلاً هر عملی که به 5 چیز انسان ضرر برساند در تمامی ادیان آسمانی ممنوع و حرام است. ضرر به دین، ضرر به عقل، ضرر به آبرو و شرف، ضرر به مال و ضرر به نفس. باید از تمامی گناهان توبه و دوری کنیم، چون گناه بد است. اما بدتر از گناه 4 چیز است. 1. کوچک شمردن گناه. 2. توجیه کردن گناه. 3. اصرار کردن بر گناه. 4. آشکار کردن گناه. پس نباید گناه را کوچک بشماریم، چون معصیت رب العالمین است. از این زاویه به گناه باید نگاه کنیم و نباید گناه را توجیه کنیم. گناه نیاز به توجیه ندارد، بلکه نیاز به توبه دارد. و نباید بر گناه اصرار بورزیم، چون گناه پیک کفر است. المعاصی برید الکفر. و اصرار بر آن آدم را از دایره اسلام خارج می کند والعیاذ بالله. و همچنین نباید گناه را آشکارا و گستاخانه انجام بدهیم، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند کل امتی معافن الا المجاهرین. همه افراد امت من بخشوده خواهند شد مگر آنان که آشکارا مرتکب گناه شوند. و علما میگویند آثار گناه 5 چیز است. 1. تاریکی در قلب. 2. بیرونقی در صورت. 3. بیبرکتی در رزق و روزی. 4. نفرت در دل خلق خدا. و 5. وحشت و ناامنی در قبر. اما شروط توبه نصوح اگر حق الله باشد 5 شرط دارد. 1. این که توبه خالصانه برای خدا باشد و توبه شهرت و ریا و فریب نباشد. 2. ترک گناه و بریدن از همه ابزار و وسایل و اماکن و کسانی که او را تحریک و زمینه مجدد گناه را برای او فراهم می سازند. 3. اظهار ندامت و پشیمانی کند. 4. عزم راسخ برای عدم بازگشت به گناه. و 5. اینکه توبه قبل از وقت باشد. و وقت 2 تاست. 1. وقت عام و آن اینکه خورشید از مغرب طلوع کند که دیگر توبه پذیرفته نمی شود، چون در توبه بسته می شود. و 2. وقت خاص. اجل هر شخصی
یعنی تا قبل از اینکه روح به حلقوم و غرغره برسد برای هر شخصی در توبه باز است. اما وقت دوم وقت خاص، اجل هر شخصی، یعنی تا قبل از اینکه روح به حلقوم و غرغره برسد برای هر شخصی در توبه باز است و توبه او پذیرفته می شود. این 5 شرط اگر حق الله باشد، اما اگر حق الناس باشد شرط 6می هم به این 5 شرط توبه اضافه می شود و آن حلالیت طلبیدن و رد مظالم به اصحابش هست. نسأل الله السلامة و التوفیق. واقعا در این شبهای پایانی رمضان یک توبه خالصانه جانانه لازم هست. اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. پروردگارا تو رب منی، هیچ معبودی به حق که سزاوار پرستش باشد جز تو نیست. مرا خلق کردی و من بنده تو ام و من به اندازه توان و استطاعت بر عهد و پیمان خود به تو هستم. به تو پناه میبرم از بدیهایی که انجام دادم. به تمامی نعمتهای تو بر خودم اعتراف دارم و همچنین بر همه گناهانم. پس بیامرز مرا، چون کسی که گناهان را بیامرزد جز تو نیست ای الله. 3. اما سومین مسئله‌ای که باید در ماه مبارک رمضان به آن توجه کنیم محافظت از روزه است. باید از خدا بطلبیم و تلاش کنیم چیزهای خوبی که نداریم به دست بیاوریم و وقتی به دست آوردیم از آنها محافظت و نگهداری کنیم و بعد توسعه بدهیم. شخصی از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد: ای الصائمین اعظم اجرا. شخصی از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند: ای الصائمین اعظم اجرا؟ قال اکثرهم لله ذکرا. کدام یک از روزداران پاداش بیشتر و بزرگتری دارند؟ آن حضرت فرمودند کسانی که بیشتر الله را ذکر می کنند. و همچنین فرمودند من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. کسی که قول زور و عمل به آن را کنار نگذارد پس خدا نیازی ندارد که خوردنی و آشامیدنیش را کنار بگذارد. و در جای دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند الصیام جنة اذا كان یوم صوم احدکم فلا يرفث ولا يجهل وان امرؤ قاتله او شاتمه فلیقل انی صائم مرتين. روزه سپر است. هرگاه یکی از شما روزه بود نباید ناسزا بگوید و عمل جاهلانه انجام دهد. اگر کسی با او درگیر شود یا به او ناسزا بگوید در جوابش بگوید من روزه هستم، من روزه هستم. پس باید مواظب روزه خودمان باشیم و ازش محافظت کنیم، چون شیطان اگر موفق به عدم روزه گرفتن ما نشود تلاش می کند آن را بی برکت و کمرنگ و ناقص کند. پروردگارا روزه ما را خالص و با